روزتون بخیر. امروز جلسه دومه از ورکشاپ اسپیکینگمون. خب اگه یادتون باشه جلسه پیش ما راجع به تمام ساختارهای اسپیکینگ صحبت کردیم و گفتیم که چجوری با چه ساختاری میتونیم صحبت کنیم که کامل یه اسپیکینگ روان داشته باشیم بدون هیچ منومنی، بدون هیچ ایرادی یا حتی بدون هیچ فراموشی. و اینکه بهتون گفتم که چیزهایی رو در چه جایی استفاده کنید اگر یادتون باشه. حالا اگر چیزی یادتون نیست دوباره اون ویدیو رو نگاه کنید، یه دوره‌ای بشه مرور کنید و امروز میخوایم مثال حل کنیم با اون تکنیکی که یاد گرفتیم. خب اگه یادتون باشه اون تکنیک 4 تا مرحله داشت. مرحله اول paraphrasing، مرحله دوم introduction، مرحله سوم body part، مرحله چهارم conclusion. خب چون میدونید که مرحله اول paraphrasing رو اصلا داخل اسپیکینگمون نداریم، یعنی راجبش صحبت نمی کنیم، صرفا بهش فکر میکنیم. خب سوال امروز Do you like working or not? Do you like working or not? Why you like it? And why you don't like it? If you don't like it, why you don't like it? Okay, so we should talk about our job. Okay. مرحله اولمون چی بود؟ paraphrasing. ما فکر میکنیم اول به این سوال. فرصت دارید که فکر کنید. اوکی؟ خب ماهیت سوال راجبه چیه؟ working. یعنی چی؟ یعنی کار کردن دیگه. خب راجع به کار کردن، خب اگر شاغل باشید که اولین چیزی که میاد تو ذهنتون کارتونه، یا اگر شاغل نباشید شغل مورد علاقتونه. اوکی؟ یا حالا به هر دلیلی شغلی مورد نظرتون نیست، میتونید use your imagination از ناخودآگاهتون استفاده کنید، تصور کنید، یه شغلی رو تصور کنید. اوکی؟ working، کار کردن. حالا این خودش یه حاله هایی از جنرال بودن داره. ورکینگ جنراله دیگه، درسته؟ خب حالا این ورکینگ که جنراله، ما خیلی راحت میدونیم مرحله بعد که اینتروداکشن کار تمومه، میتونیم جنرالی راجع بهش صحبت کنیم، درسته؟ حالا بستیم با خودمون، پرافریز کردیم با خودمون که ورکینگ یعنی حالا مثلا working in office, working as a nurse, working as a teacher, working as a anything. Working. Just I know my favorite job is teaching, for example. Teacher. I want to talk about being teacher. Another one. For example, شغله دیگه مثلا میاد تو ذهنتون. دارید با خودتون فکر میکنید، پرافریزش کردین کامل. دارید با خودتون فکر میکنید I want to be a businessman. Maybe businessman. Okay. خب ما میخوام راجع به این شغل صحبت کنیم. businessman, businesswoman, anything. Okay. الان با خودمون بستیم که راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. پرافریزش کردیم این other words با کلمات دیگه و با هم معنی های دیگه و الان اینجا میخوایم به این فکر کنیم که خب آقا introduction چی بگیم؟ ببینید introduction های خیلی مختلفی میتونیم برای working بگیم. نمیدونم، کار کردن یه چیز خیلی عادیه، کار کردن نیازه به خاطر یادگیری یک سری مهارت ها، به خاطر یادگیری خیلی چیزا، به خاطر پول در آوردن. اینا با کلمه working همه اینا توی ذهن شما مرور میشه. خب این هستی. حالا چی کار میکنید؟ introduction میگید. introduction رو شروع میکنید. آقا راجع به خودت تو introduction صحبت نمی کنی. introduction. I think working is very important in everyone's life. Yes, working is very important in everyone's life. We know it all. For some obvious, okay? Why? Because I want to, or other people wants to, spend their time on working to earn money. To earn money که پول در بیارن. آدما میخوان تایمشونو برای کار کردن بذارن تا پول در. جنرال دیگه آدما. Other people. Or even
or even I. حتی من نوعی. منظورم از من نیستم و منی که میخوام شغل مورد علاقه رو بهت بگم نیستم. منی که میخوام راجع به کار کردن خودم صحبت کنم نیستم. منظورم من نوعیه. شما نوعیه. I, we. Okay, everyone, other people, some people. Okay? That's it. We want to work to learn new skills. All people work to just learn new skills. که مهارت جدید یاد بگیرن. Yeah? This is an introduction. خب. What's more? دیگه چی؟ Another one is contributing to society. I want to work to contribute to society. All people want to work to contribute to society, to find new friends, to just talk with other people. صحبت کنن با بقیه، ارتباط بگیرن، با اجتماع آشنا شن، با جامعه آشنا شن. اینا همه جنرال. اوکی؟ فقط داری جنرال صحبت میکن. این it. What's more? Working is different from one country to another country, one city to another city. Working is different from one place to another place. مکان‌های مختلف. در مورد مکان وصلش کردم به مکان. Working is important because we can be a millionaire with working. ببینید اینا توی فارسی خیلی پیش پا افتاده است. یعنی این که بخوای به یه نفر بگی خب من میخوام کار کنم که میلیونر بشم، یکم خنده‌دار میشه برای طرف. اوکی، اما خب توی انگلیسی شما خیلی راحت داری به اون شنونده‌تون میفهمید که آها من میتونم از کلمه میلیونر استفاده کنم، از کلمه become millionaire، از ترکیب این دوتا استفاده کنم. پس اصلا ایرادی نداره. I like to work, other people like to work to just become a millionaire. Okay? بگید اینو بگید. Working is different from one place to another place. I can work from home. Another person can work from his or her office. میتونیم تو خونه کار کنیم، میتونیم تو آفیس کار کنیم. تا اینجا introduction. Okay? So working is important in everyone's life. I can work to just earn money. All people likes working because they want to be millionaire. They want to become millionaire. Working is different from one country to another country, one city to another city. And all these things, I can work from home, and one person can work from office, from his office, from her office. That is introduction. این شد introduction. ما introduction رو میبندیم، میذاریم کنار. پرافریزینگ کردیم تو ذهنمون. introduction رو میبندیم، میذاریم کنار. چی میمونه؟ body part. کجاییم بچه ها؟ ما قسمت اصلی اسپیکینگمون هستیم. قسمت اصلی این پارتیم، در اصل این استراکچریم. خب کدوم قسمت میشه؟ body part. ما قسمت بادی پارتیم. بادی پارت چیه؟ مین پارتمونه. قسمت اصلیمون مین پارتمون بادی پارته. چیکار میکنیم؟ جواب سوالا میدیم. You know, I am businessman. I am businesswoman. And I am working as a businesswoman. I am working as a businesswoman. I am working as a teacher. I am working as a doctor. I don't know, anything that you can say. I am a content creator. Anything that you can say. I am a photographer. Okay? Any job that you can say. These are the jobs that you can mention. Okay? خب داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ بادی پارت. این یادتون باشه، تو ذهنتون مرور کنید که داریم راجع به بادی پارت صحبت میکنیم. نباید جنرال صحبت کنیم، باید راجع به کار خودمون و علاقه خودمون. Do you like working? Do you like your job? صحبت کنیم. خب You know, when I work or when I am working, it gives me a sense of purpose. It means that حس خوبی بهم میده، حس هدفمند بودن بهم میده کارم.
Okay. I earn lots of money from this job. پول زیادی میگیرم. I earn lots of money. I have good income. درآمد خوبی دارم. I have good income. I earn lots of money. I have good income. Or when I'm talking with other customers, it gives me a good sense. I contribute with them. I contribute with society. با جامعه ارتباط برقرار میکنم. عضوی از جامعه. When I talking with customers وقتی با مشتریان صحبت میکنم. داری راجبه خودت صحبت میکنی. Generalize نیستش. I can improve my I can improve my communication even. I can improve my communication. I can learn lots of skills in my job, you know. Actually, I can learn new skills in my job. What's more, you know, the time is perfect. چرا از یونو زیاد استفاده میکنم؟ اینو یه پرانتز اینجا بگم. نمیخوام لینکینگ وردهای مختلف استفاده کنم که ذهنتون بره اون سمت اون کلمات جدید و لینکینگ وردهای جدید. پس فعلا از یونو استفاده میکنیم تا پارت لینکینگ ورد رو با هم دیگه یاد بگیریم. اوکی؟ این از این. یا اگر خودتون لینکینگ ورد خاصی بلد بودین حتما ازش استفاده کنید. اصلا ایرادی نداره. به جای یونو لینکینگ وردهای مختلف استفاده کنید. خب این از این. When I work as a businessman, I can learn what can we say? I can learn to solve my problems. Yes, or this is a problem-solving job. I can figure out different things. چیزای مختلف میتونم کشف کنم، پیدا کنم. مشکلات مختلف. I can figure out different problems so I can solve them. پس میتونم حلشون کنم. توی شغلم. در مورد شغل خودم صحبت میکنم. And I can manage my time, manage my money. That's it. پس این میشه بادی پارت. من راجع بادی پارت هم صحبت کردم. راجع شغل خودم تخصصی سازی کردم. ببینید قسمت اینتروداکشن جنرالایز کردم. جنرالی گفتم. ولی راجع به بادی پارت چیکار کردم؟ تخصصی سازی کردم. تخصصی راجع به صحبت کردم. اوکی. این از بادی پارتم. I am a businesswoman, and I talked about it. I told you how can I manage different things in my job. چیکار میتونم بکنم؟ چجوری میتونم منیج کنم چیزای مختلف رو توی شغلم؟ خب اگر ویدیوی قبلی رو دیده باشین میدونید که توی این قسمت اسپیکینگ همه چی بسته شده. جواب به سوال داده شده. ولی اگر دقت کنید سوال yes no question بوده دیگه. Do you like your job? Do you like working? آیا در جواب سوال گفتم yes؟ گفتم no؟ straight forward رفتم سر جواب؟ نه. مقدمه گفتم. introduction گفتم. اوکی. بعد اومدم گفتم yes. بعد اومدم گفتم no. introduction گفتم. بچه یادتون نره yes no question رو قاطی نکنید که یه وقت مثلا بردارید به جای اینکه مقدمه بگید و با ساختار درست پیش برید یهو جواب بدید. اینجا میبازید شما. اینجا یعنی شما مسلط به ساختار نیستید. خب نیستیدم. اوکی؟ حواستون باید به این قسمت باشه. پس من تا اینجا بستم. حالا میشه نوبت چی؟ نوبت conclusion. The last part. The last part is conclusion. You want to talk about conclusion. conclusion هم طولانی باشه؟ نه. conclusion نباید طولانی باشه. چکیده است دیگه. یه خلاصه میخواید بگید. اصلا نیازی به طولانی بودن نیست. شما میخواید خلاصه کنید و خلاصه هم میکنید. چجوری؟ اطلاعات جدید اضافه کنم؟ نه. دیتای جدید؟ نه. یه چیزی یادم اومد تو کانکلوژن بگم؟ نه. هر چی که گفتی تو بادی پارت گفتی دیگه تمام شده. ایده جدید اضافه نمی کنی. آقا هر چیزی که توی اینتروداکشن گفتی رو با یه لینکینگ ورد finally, in conclusion, in summary, to sum up یکی از اینا رو استفاده می کنی و کانکلوژن تو میگی. To conclude, so finally
My job is this. As a business woman, I like working because I can learn more skills. I can manage my time. I can manage my money. I can communicate with other people. I can contribute to society and so on. And this. Finish. تمام شد. هر چیزی که گفته بودم و توی بادی پارت گفته بودم. هر چیزی که گفته بودم و بهش اشاره کرده بودم. اطلاعات جدید از من شنیدید؟ نه بچه‌ها. تو سامری همه چی رو تکرار کردم. شاید بگید نکنه طرف فکر کنه من دارم میپیچونمش. هی دارم تکرار میکنم. نه. اون طرف میفهمه که شما دارید سامری میکنید دوستان. طرف میفهمه که شما با ساختار پیش رفتید، دارید نتیجه‌تون رو میگید، حرفتون رو زدید، تهش میگید پس اینجوری دیگه. آره دیگه اینجوری. پس این میشه پایان کار شما. قشنگ امضای کار شما اون کانکلوژنه. اگر کانکلوژن رو نداشته باشید کارتون نصفه میمونه. بهتون گفتم سوال رو رها میکنید، تنها میذارید میرید. و بیچاره اون سوال واقعا. پس این کار رو نکنید. کانکلوژن حتما داشته باشید در حد 10 ثانیه، در حد 5 ثانیه حتی. یه لینکینگ ورد فاینالی to sum up, in summary, to summarize. یه چیزی داشته باشید که به طرف بفهمید که آقا من حرف زدم تمام شده. یه فکری به حال خودت. سوال مالداری بپرس. اینه. پس این شد یه مثال برای اون ساختارمون. اگر حس می‌کنید سوالی براتون سخته برامون کامنت بذارید. من با توجه به اون سوالا یه ویدیو بگیرم اونا رو جواب بدم. اگر حس می‌کنید یه سری سوالا رو نمیشه با این ساختار جواب داد برامون کامنت کنید و حتما به اونا جواب میدم. اگر نه که این ساختار رو خیلی تمرین کنید. توی اسپیکینگ خیلی ازش استفاده کنید. ببینید اوایلش تو ذهنتون هی باید بگید این بادی پارت، این اینتروداکشن، این کانکلوژن، اون پرافرایزینگ. ولی بعد از یه مدت دیگه ملکه ذهنتون میشه. ناخودآگاه شروع میکنه به پرافرایزینگ. ناخودآگاه شروع میکنه به اینتروداکشن گفتن، به بادی پارت گفتن، به فاینالی گفتن، به سامرایز کردن. دیگه عادی میشه براتون. اوکی، این از این. اگر سوالی دارید حتما از همون بپرسید و اگر کسی رو میشناسید که توی اسپیکینگ مشکل داره حتما ویدیوهای این ورکشاپ براش بفرستین، چون قطعا خیلی بهش کمک میکنه برای اسپیکینگ. چون خیلی هستن که اعتماد به نفس صحبت کردن ندارن، چون نمیدونن از کجا شروع کنن و به کجا برسن. اگر ساختار داشته باشین قطعا میدونید از کجا شروع کنید و به کجا برسید. اگر دوست داشتید ویدیومون هم لایک کنید. تا جلسه بعد فعلا.